ای مردم غزه، ای جوانان غزه، ای زنان غزه، با ما مردانگی بیاموزید که از شما یاد بگیریم چگونه مردانگی داشته باشید. با ما شجاعت بیاموزید، با ما ایثار و فداکاری بیاموزید، با ما شهامت بیاموزید، با ما استواری و ثابت قدمی بیاموزید. این حالت است که امروز ما می‌بینیم. این طرف عید می‌آید، مسلمان واقعی خوشحال نیست. تن آدمی شریف است. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک جوهرند. چون عضو به بدن آورد روزگار دیگر عضوها را نماند کرد. تو که از همین دیگران بگردی نشاید که نامنی هنوزم اگر جوان مسئول موسیقی است، هنوزم جوان اگر مسئول صفحات مستهجن مجازی است، هنوزم اگر جوان دنبال رابطه های حرام است که با غیره، از این حالت ما بدتر میشه. همون روز مسئله روز مثل افغانستان خواهد آمد. اینو باید داشته باشید. اگر ما بیدار نشویم، اگر جوان انرژی خود را جمع نکنه، اگر پدر مسلمان بیدار نشود، خواهر مسلمان بیدار نشود، روز خواهد آمد که همون حالتی که به غزه سر مردم مسلمان افغانستان هم خواهد آمد. ما دیگه علما ما را شهید نکردن؟ از کسی صدای بیرون شد؟ کی بود؟ کی شهید کرد؟ کسی دنبالش گشت؟ به هیچ کسی رحم نمی‌کنه. امروز کجاست حقوق بشر؟ کجاست سازمان ملل؟ کجاست اونهایی که دم از حقوق اطفال میزنند، دم از حقوق پیرمردان میزنند، دم از حقوق زنان میزنند؟ کجا هستن به غزه؟ چهره‌های از اینها را خوب بشناسید. امروز حقوق بشر به غزه کجاست؟ و مقدسان دورین شد، مسجدها را ویران کردند، به زنان مسلمان بی‌حرمتی کردند، در ملای عام در حریم شخصی زنان تجاوز کردند، به سر نماز بام ریختند، مسجدها را ویران و نابود کردند. پس ما مسلمان ها در دم جنگجویی داخلی خودمان ماندیم. یکی پاچه یکی دیگر گرفته، یکی به سمت خود میکشاند که من به فلانی زبان هستم، یکی به سمت خود میکشاند که من به فلانی زبان هستم. من پشتون هستم دیگیش میگه من تاجیک هستم دیگیش میگه من ازبک هستم دیگیش میگه من هزار هستم. در حالی که به خدا قسم میلیون‌ها بار از منبر رسول صلی الله علیه و سلم همین اعلام شده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مکرمترین شما به پیشگاه الله با تقواترین شما. چرا این گوش‌های کلمه نمیشنوند؟ واقعا جای درد است وقتی از قربانی صحبت میکنیم، سلاقی که مردم غزه نشود به یاد میاریم. چقدر خون میکنیم؟ کی خاموش میشود این آتش؟ زمانی که ما برگردیم به سمت الله. دعا نمیکنیم به مردم غزه؟ دعا نمیکنیم؟ پس چون دعا نمیده؟ یکی از کسان از هرات با من تماس کشید، بسیار با لحن تند هم صحبت میکرد که بسیار ببخشید. گفت چرا شما دعایتان قبول نمیشید که همه فریاد و گریه میکنید؟ مسجدها پر است، مسلمان هاست، همه گریه میکنند، چرا قبول نمیشه؟ ما برش گفتم به خاطر که ما دل خوب نداریم، به خاطر که ما عزم و اراده نداریم، به خاطر که ما دست از گناه نگرفتیم، پشیمان از گناه نیستیم، توبه نکردیم. لقمه های ما لقمه های دعا نیست عزیزان. نه لقمه ملا لقمه دعاست، نه لقمه عام مردم لقمه دعاست، نه لقمه تبلیغی لقمه دعاست، نه لقمه صوفی لقمه دعا هست.
از کجا قبول شد؟ فمطعمه حرام فمشربه حرام فملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لقمه‌اش حرام، لباسش حرام، نوشیدنیش حرام، از کجا اجابت شد؟ الله خواب نیست، الله نمرده، الله حی است، حی لا یموت. میشه ولی با ما مرتبه نمید. ولی باز هم جایی نامیدی استثان کنید 10 روزی که هست روزهای بعد و مهدی الله، روزهای زاری. شاید یک فرد در میان ما تا دل مرد خدا ناید و در هیچ کام را خدا رسوانه کرد. حضرت مولانا میگن ابلهان تعظیم مسجد میکنن، در جفای اهل دل جد میکنن. در اخیر میگه تا دل مرد خدا ناید به درد هیچ قول را خدا رسوا نکرد. شاید در میان ما یک مرد از مردان خدا باشه، یک ولی از اولیای الهی باشه. دعا بکنید در حق برادران. اگر دعا در حق برادرتون به غصه نکنید، به خواهرتون به غصه نکنید، به رب کعبه قسم که الله دعا را قبول نمیکنه. چون تویی که از غم دیگران بیغمی نشاید که نامرد حق آدمی. رسول صلی الله علیه و سلم میگه المسلمون کرجل واحد، مسلمان ها مثل یک تنند. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تو را عبادت میکنیم، خاص از تو کمک میکنیم، خاص از تو ما نه من. اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت بکن، نه من. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا برای ما در التحیات السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. در هر جا برادر مسلمان متشکل است. بعضی اونهای فریب غرب خوردن، رفتن به اروپا و آمریکا دین خود را، ایمان خود را، همه چیز را از دست دادن. در کامنت های علما نوشته میکنن شما لعنتی ها در غم مردم افغانستان نیستید، غم مردم غزه چیست؟ او بیچاره خود را کامل نشناخت، او خود را نشناخته، او پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم را نشناخته، او خود را نمیدونه، هویت خود را نمیدونه که پیامبر فرمود المسلمون کرجل واحد، مسلمانان مثل یک تنند. اگر فرق این بود سلمان مشاور رسول الله صلی الله علیه و سلم نشد. عیسی فرق نشد. اگر فرق این بود بیان معظم رسول الله نشد. اگر فرق وجود می‌داشت صحیح رومی در کنار رسول الله نبود. رسول صلی الله علیه و سلم میگه مسلمان نماز بخواد، روزه بگیره، حج بیت الله بکنه، عیش بگذاره، زندگی بگذاره، در سطح اول مسجد باشه، شبها قیام بکنه، روزها صیام بکنه. ولی اگر یک مسلمان را آزار اذیت می‌کنه مسلمان کامل نیست. این پیامبر صلی الله علیه و سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل اون مسلمان است که مسلمان ها از شر زبانش و دستش در امن است. والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. قسم به الله ایمان ندارد، قسم به الله ایمان ندارد، قسم به الله ایمان ندارد. گفتم قیل من یا رسول الله، چی کسی هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود او همسایه‌ای که همسایه دیگرش آزار می‌ده. ببین جایگاه یک مسلمان، آبروی یک مسلمان برابر قتلش قرار داره. آبروی یک مسلمان به اندازه قتلش قرار داره. عزیزان من، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پرسیدند یا رسول الله ما هذه الاضاحی، قربانی ها چیست؟ فرمود سنت ابیکم ابراهیم، سنت پدرتان ابراهیم است.
صحابه گفتن قالوا و ما لنا فیها یا رسول الله، برای ما چیست که ما قربانی میکنیم؟ تقریبا 6 روز یا 7 روز باقی مانده. نیت خود اگه قربانی داری و هنوز مشکل داشت، نیت از این روز صاف و خالص پیدا. گفتن یا رسول الله برای ما چیست؟ فرمود بکل شعرة حسنه، و هر تار موی قربانی یک حسنه در نامه اعمال نوشته میشه. وقتی قربانی تا ذبح می‌کردی می‌گی بالای سرش چه بهتر است با دست خودت ذبح کنی، چون رسول صلی الله علیه و سلم با دست خودش ذبح کرده است. با دست خودت ذبح کنی و همون جا باید اشک خوشی بریزانی و اشک بریزانی که پروردگار این رو به درگاه خودت قبول می‌کند. این به درگاه خودت قبول می‌کند. روز قیامت سبب نجات برای قربانی را قرار دارد. روز قیامت قرار در کنار ابراهیم خلیل، ابراهیم بتشکن حشر بگردد که با سنت پدر خود زنده کرده. حتی روی یک حسن سبحان الله و بهانه میدهند و بهانه میدهند. حضرت عایشه رضی الله عنها می‌فرماید ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. هیچ عمل محبوبتر به پیشگاه الله در روز عید قربان از رضایت خود قربانی وجود ندارد.